درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 28 دکبر. در دادگاه پایتخت تاجیکستان محاکمه عبدالله حبیبوف معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان شروع شد. مقامات امنیتی گنرال بازنشسته را به اشغال خودسرانه زمین و ساختمان در آن متهم می‌کنند. با گفته مفتشان عبدالله حبیبوف در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه در نزد автовокзал شهر برای بنیاد مسجد یک زمین را خودسرانه اشغال کرده است که به او تعلق ندارد. ساختمان در بینای ناتمام مسجد بازداشته شده است. خود عبدالله حبیبوف پرونده جنایی را غرضمندانه خوانده و گفته است که برای بنیاد مسجد در این قطعه زمین اجازه مقامات رسمی دوشنبه را گرفته است. دادستانی کل تاجیکستان تحقیق پرونده جنایی سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را به پایان رسانده است. وکیلان دفاع سید عمر حسینی روز 28 دکبر به رادیو آزادی گفتند قرار است پرونده را به زودی برای محاکمه به دادگاه بفرستند. سید عمر حسینی را به 14 جنایت از جمله به تشکیل اتحاد جنایی و هم دعوت به سرنگونی حکومت قانونی در تاجیکستان متهم می‌کنند. سید عمر حسینی را همراه با 12 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر بعد انجام عملیات به ضد گروه گنرال اسیانگر عبدالحلیم نظرزاده دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان میگویند حزب مذکور که حالا فعالیتش ممنوع است در تشکیل این آشوب خونین دست داشت. نیروهای امنیتی افغانستان به محل حمله مرگ طلبانه در نزدیکی فرودگاه کابل شتافتند که در نتیجه آن حمله یک نفر کشته شد. در این حمله در یک منطقه سیرادم در نزدیکی فرودگاه بیشتر از 30 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته و گفتند آنها نیروهای خارجی را هدف گرفتند که از پایگاه نظامی می آمدند، ولی سردار پلیس کابل گفت حمله در نزدیکی یک مدرسه اسلامی صورت گرفته و در نزدیکی آن هیچ انشاءات نظامی وجود ندارد. جنگجویان طالب حمله های چند پیش به سفارت اسپانیا در کابل و پایگاه نیروهای امریکایی در بگرام را نیز بر دوش گرفتند. مقامات روسیه پیشنهاد کردند به یک نورس 15 ساله تاجیک که مرد روسی را از مرگ نجات داده است نشان افتخاری وزارت حالتهای فوق‌العاده داده شود. شکرالله غیاث‌زاده ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان که در ناحیه کشتیم در ولایت چلیابینسک روسیه اقامت دارد روز 16 دکبر یک کارگر روس را که ضمن بریدن یخ به دریا افتاده است بیرون کشیده و او را از چنگال مرگ نجات داده است. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه گفت شکرالله غیاثوف برای این جسارت و دلیری سزاوار مدال برای نجات غرق شدگان است. Пока мактаб рафтам, овози ночи варси мефтаки спасите, помогите, халима гуфтар. Ман маболоя мост рафтам ки дид муш дав гуфтам маболоя он фардам рафтам. Я чуй рафтам учумай дав, боя чуй дрози гара гуфтам. Пешкам вазин буда, авали хи кашидани дум нашид. Багам я чуй гара гуфтам, да тай чуй патафтам. Ехе ва помню кидум учкам ва дистустум, вам кашид муш бровардмуш. مقامات ولایت چلیابینسک گفتند مسئله دادن حق شهروندی به خانواده شکرالله غیاثوف را بررسی میکنند که آنها چندین سال است در روسیه زندگی میکنند. مهرنگار رستم آوازخوان جوان تاجیک میگوید آرزو دارد سال آینده اولین کنسرت ترانه‌های استرادیش را برگزار کند. مهرنگار در صحبت با رادیو آزادی گفت سال 2015 برایش سال بابرار بود، ولی او با این همه پیشرفت قناعت نمی کند و تلاش می ورزد با آوازخوانی در ژانرهای نو مخلصانش را خوشحال نماید. همکار ما شعلوی گلخواجه در آستانه سال نو میلادی با مهرنگار صحبت کرد. امسال برایتان خیلی سال خوب بود چون دومین کنسرت اکادمی شما برگزار شد و اینم در روزی زاد روزتان. خب تردد چگونه بود و چگونه به تب دلتان گذشت کنسرت؟ البته من باور نداشتم که قدر آدم زیاد می شود، هواداران این ژانر اکادمی زیاد هستند. من اون قدر باور نداشتم، لیکن در کنسرت هم جای نشستم من نبود. من بسیار خوشحال شدم و خوب هم گذشت. تا جای ما میشنویم میبینیم
شما واقعا با زبان‌های مختلف آهنگ می‌خوانید. تو امروز با چند زبان خواندید و تا کجا مشکل نیست برای شما مثلا با عمق همون سرودهایی که شما می‌خوانید با همون زبان فرو رفتن؟ البته که چه خیلی گفتم هر یک کار مشکلی دارد و نوسکی خودش را دارد و من بسیار تمرین میکنم هر یک نقطه به ورگلیون چی میگن همون تکست رو اهمیت میدیم و حاضر باشد یک ترانه‌بارانی نو تیار آماده ساخته شدم و به نزدیکی باید آماده شود. همون رو با 6 زبان است و در آنجا ما زبان‌ها را عوض کردیم. زبان پشتوگی می شود، عربی می شود، هندوگی می شود، ازبکی می شود و در آخر تاجیکی. من می خواهم که استعداد خودم را نشان دهم که من قابلیت دارم و بعداً مثال برای آدمان خارجی هم بسیار جالب است که مثال یک دختر تاجیک با زبان‌های آنها سرود می‌خواند. این بردی زیاد است برای ما. گفتگوی کامل با مهرنگار و دیگر آوازخوان‌های شناخته تاجیکستان در برنامه سالی نوی رادیو آزادی روز 31 دکبر تقدیم می شود. در مرکز پایتخت تاجیکستان رمز اساسی تجلیل از سال نوی میلادی ارچه سال نوی قامت افراخت. بلندی ارچه مذکور 25 متر است و قرار است جشن اصلی تجلیل در نزدیک آن در میدان دوستی برگزار شود. و گفته مقامات شهر دوشنبه برنامه ایدانه سال نوی پایتخت با شرکت آوازخوان‌های شناخته و ستاره‌های پاپ تاجیکستان در میدان دوستی شام 31 دکبر برگزار می شود و ساعت 6 تا 8 ادامه می کند. از این پیشتر وزارت معارف تاجیکستان امر داد تجلیل سال نو در مکتب‌ها خاکسارانه و بدون خرج و خراجات زیاد تجلیل شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های